بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، امروز به عون الله حق سبحانه و تعالی ما یک رساله را برای موعظه و برای پند و نصیحت انتخاب کردیم از آن شیخ علامه ابن باز رحمه الله تعالی، زیرا این یکی سبب انتخاب این رساله به اون خاطر شد که واقعا امروز به درد امت حس می‌کردگی کسها خیلی هم کم مانده است از مسلمان ها، بالخصوص آنجا که مسلمان های واقعی اهل سنت و جماعت در عذاب و شکنجه هستند. از هر جهت هر فرقه های گمراه، فرقه های کفر، بعضی در نقاب اسلام مثل رافضی ها و دیگر طبقه های این کفر، یعنی برادرای اهل سنت و جماعت ما و شما را به قتل رسانیده ایستادند، به دستگیری یهود و نصرانی و کفار. اما اون کسانی که امروز طوری که دیده ایستادیم، بارک الله فیکم، همه اکثریت بگیم برای غم و اندوه خود مشغول شده. چی کنم که یک پیسه یابم و زندگیم پیش برم، یک خاندار شوم، خب یعنی خلاصه در فکر دنیا بیشتر و بیشتر اهمیت میدهند و نمازگزاری، نماز جمعه و نماز جماعت در این کشورهای کفر، در این کشورهای روسیه و غیر روسیه فقط یک چی مانده است، به خاطر یگون گوشت حلال خریدن مانده است و یگون چیزهای یعنی متاعهای اسلامی را خریدن مانده است و به دیگه تعبیر بگیم برای یک قید کردن مانده است که نامش قید میکند که من امروز نماز جمعه رفتم، اما در نماز جمعه چی شنیدی، چی فهمیدی؟ الله المستعان. رساله که ما انتخاب کردیم به نام اسباب ضعف المسلمین امام عدوهم و وسائل العلاج لذلك. شیخ ابن باز این رساله را یا که گویم این موضوع را گویم خوبتر می شود همچون یک لکسیا گزارنده است در یکی از همون مجلس هایی که برقرار شده است در مسجد جامع کلان در ریاض سال 1399 هجری که امسال 1434 می باشد، تقریبا 35 سال پیش. این علامه بزرگ چنان چیزهای را، چنان درد و چنان یعنی مصیبت را در این رساله ذکر میکند، واقعا امروز ما قائل میشویم در علم چنین شخصی بزرگ، علامه بزرگ که امروز حقیقتا از روی حقانیت این درد و علم در درون امت هست. این ضعیفه، این ترسویه در همین امت دیده می شود. بنابراین موضوع خود را شیخ چی گفته ایستادند؟ اسباب ضعف المسلمین امام عدوهم، سبب های ضعیف شدن مسلمانان در پیش دشمنشان. دشمنشان یهود است، دشمنشان نصرانی است، دشمنشان اون فرقه های گمراه هستند که امروز علیه اهل سنت و جماعت جنگیده ایستادند، مثل یعنی علوی ها، مثل رافضی ها و دیگر فرقه های کافر که در کفر اونها یگان شک و شبهه نیست. بنابراین موضوع خود را چی گفته ایستاده شیخ؟ اسباب ضعف المسلمین امام عدوهم، سبب های ضعیف شدن مسلمانان در پیش دشمنشان و وسیله علاج آن. خب اکنون فهمیدیم که امروز مسلمان ها به کدام از سبب ها ضعیف بودند در پیش دشمنشان، متهم شدگی هستند در پیش دشمنشان. شیخ در اینجا
میفرماید که وسیله علاج این چیز اکنون چیکار کردن در کار که مسلمان ها با نیرومند میشوند، سربلند میشوند، با همون خوف و ترسی که در دلشان جایگیر شده است برآمده در قلب گویم دشمنشان داخل میشود. گفته همینه شیخ ذکر میکنه. شیخ رحمه الله تعالی فرموده است در این رساله با برکات: الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. تمام مدح و ستایش خاص برای الله است، او پروردگار جهانیان است. والعاقبة للمتقین، عاقبت نیک نصیب تقواداران است. عاقبت نیک کسی خواهد باید که از قطار تقوادارها باشد. معنای تقوا چیست؟ گفته های یا که امرهای الله را به جا آوردن، از منع کرده هاش دور شدن را تقوا می نامند. و صلاة و سلام علی عبده و رسوله و امینه علی وحیه و خیرته من خلقه نبینا و امامنا و سیدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. و درود و سلام باد بر بنده او و بر رسول او و بر اون کسی که امین است بر وحی او، یعنی وحی الله را خیانت نکرده، کم و زیاد نکرده، امانت به یعنی که مردم رسانندگی ذات را یعنی امین می نامند. و خیرته و درود و سلام بر بهترین یا که بر گزیده او از خلق او، پیغمبر ما و امام ما و سید ما محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب و بر خاندان او و بر اصحاب او و به تمام کسانی که به این راه یا که به راه او می روند و به هدایت او هدایت می یابند تا روز قیامت. اما بعد، فلقد اهتم ارباب الفكر الاسلامي واصحاب الغيرة الاسلامية. اونجا غره کرس خطا آمده است، باید غیره باشد. خلاص غیره می بله. واصحاب الغيرة الاسلامية واصحاب التفكير الكثير بحال المسلمين وما آل إليه امرهم. شیخ می فرماید که واقعا آن کسانی که در فکر اسلامند، آن کسانی که یعنی که ناموس اسلامی دارند، آن کسانی که ایشان صاحب ناموس اسلامی دارند یا که هستند، و آن کسانی که تفکری بسیار میکنند، فکری بسیار میکنند به حال مسلمانان و به امروز کارشان به چه اندازه رفته رسیده است، این کسها اهمیت دادند، یعنی اهمیت دادند. لقد شغلهم هذا الامر كثيرا وفكروا كثيرا في اسباب ضعف المسلمين. واقعا این کار ایشان را مشغول گردانید که بسیار مشغول شدند، یعنی که هستند در بین امت کسانی که مشغولی سخت شدند و تفکر بسیار کردند درباره یعنی که از کدام سبب مسلمان ها امروز ضعیف شدگی هستند و فی اسباب تأخرهم امام عدوهم و به کدام سبب ایشان عقب ماندن در پیش دشمنشان. امروز دشمن در اقتصادیات در همه جهت یعنی که به پیش رفت ایستاده است و اینها باشند هر روز یعنی که به عقب مانده ایستادند. و فی اسباب تفرقهم و اختلافهم، و حسن کسانی که تفکر کرده برآمدند و دریاب کردند، فهمیدند سبب پراکندگی ایشان و اختلاف ایشان در چیست. و فی اسباب تسلیط العدو علیهم حتی اخذ بعض بلادهم، و همچنین ایشان تفکر کردند با کدام سبب یعنی که دشمن بالای ایشان حکمرانی کرده ایستاده است، حتی بعضی کشورشان را از دست مسلمان ها کشیده گرفتند، تا اون اندازه را که یعنی که از دست مسلمان ها زمینشان را کشورشان را کشیده گرفتند. یک زمینی را که برای اونها سپاریدند که
یا که گذاشتن که در اونجا یا که حاصل نیست یا که گویم یعنی که حیات گذرانیدنشون خیلی هم دشوار است. همین تفکر کردگی انسان ها هستند میگه شیخ. ثم بعد ان عرفوا الاسباب وهي واضحه اهتموا ايضا بان يعرفوا العلاج لهذه الاسباب. بعد از آن وقتی که این صاحبان عقل، صاحبان خرد دانستند که این سبب روشن بوده، سبب دانستند، نیز اهمیت کردند برای دانستن علاج این سبب. یعنی چیکار کردن در کار اکنون؟ التي اوجبت التأخر، این سبب هایی که باعث عقبمانی مسلمان ها شده است و ضعیف شدن مسلمان ها شده است. و هي معلومه ایضا، این هم معلوم است، به یگان کس پوشیده نیست که امروز حقیقتا مسلمان ها از همه جهتی چیزهای دنیوی حتی در دینی هم عقب ماندگی هستند. ولكن يجب ان تنشر و ان تبین، ولی امروز واجب است که این سبب ها را در بین مسلمان ها نشر کرده شود و بیان و روشنی انداخته شود تا اینکه چشم مسلمان ها گشاده شود. فإن وصف الداء ثم والعافیه، چون که درد را معین کردن بعد از آن دارو را معین کردن از همه بزرگترین سبب های شفا و تندرستی و تنصیحتی می باشد. از همه اول باید که برادرای اهل اسلام، شیخ گفته است که ما باید که به درد شناس باشیم که درد امت امروز از چه عبارت است. بعد از آن در جستجوی یعنی که دوا باید باشیم که درد را انیخ کردن و برای او انیخ کردن دارو از همه بزرگترین سبب های شفا و عافیتمندی می باشد. گفته است شیخ. واقعا بارک الله فیکم امروز ما باید که یکم به درد ما شناس باشیم، بعد از پس جستجوی گویم دارو باشیم. فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء. چون که شخصی بیمار وقتی که دردش داند، فهمد که این به چه کسلی گرفتار شده است و داند داروش را برای این بیماریش کدام دارو در کار بوده است، انا همون کس چیکار میکند؟ لایق آن است که خیست دوتاز کند از پشتی، یعنی که جستجوی یا که کافتوکاوی این دارو میخیزد و میدود. ثم یضعه علی الداء، همون زمانی که دارو را که چه دریاب کرد آمده در بالای درد میگذارد او را. فهمیدید؟ بنابراین بارک الله فیکم واقعا شیخ این دردی که ذکر میکند بعد از خواندن این رساله بعد فکر میکند که واقعا به این درد من هم گرفتار بودیم، عائله من، خویش و تباری من، این امت به این درد گرفتار بوده است، ولی چی باید کرد؟ بنابراین شیخ مثال خیلی هم زیبا میارد که فإن المريض اذا متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر الى اخذ الدواء. چون که شخصی بیمار وقتی که دردش داند و داروش داند، انا همون کس چیکار میکند؟ شتاب میکند، دوتاز میکند، در حرکت و در جنبش میدراید برای خاطر دارو را به دست آوردن و بعد دارو را گرفته در جای درد ماندن. هذه طبيعة الانسان العاقل، طبیعت انسانی با عقل همین خیل است. انسانی که حسیات دارد، عقل و فهم او در جاش هستی، انا می خیل هستی، طبیعت سالم او. الذي يحب الحياة، اون انسان عاقلی که زندگی را دوست می دارد. و يحب الخلاص من الامراض، اون انسانی که از بیماری ها خلاص شدن دوست می دارد، طبیعتش همین خیل هستی. يهمه ان يعرف الداء و ان يعرف الدواء، یعنی تلاش کوشش میکند که درد را داند و دارو را داند. بعد از آن بارک الله فیکم شیخ میفرماد که ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء، ولی بعضی انسان‌هایی هستند که درد به سرشان غالب آمده است. به دیگه تعبیر گویم و یستولی علیه، یعنی درد بعضی انسان‌ها را احاطه کردگی است،
غالب آمدگی است. فهمیدید؟ دردش کهنه شدگی است. حتی یرضا به، تا اون اندازه را، یعنی که درد در سری بعضی انسان ها غالب آمده است که راضی است به همین درد حیات گذرانیدنش را. 10 روزم حیات بیند راضی ای، 3 روزم حیات بیند راضی ای. و یستلذ، و حتی بعضی انسان هایی که به این درد حالی دوامش میبید که این چی درد است که با انسانی به عقل انسانی به عقل در یگون نمودی درد باید که طاقت نکند، لیکن هستن انسان هایی که درد چنان غالب آمده است که لذت میبرند. و حتی یموت شعوره، تا اون اندازه را یعنی لذت میبرد که حسیاتش مردگی است. فلا یبالی بمن یصف له الدواء، پروا ندارد نسبت اون کسی که برایش درد را فهمونده است که دادر، خواهر، برادر، پدر، مادر، فرزند، تو به چنین درد گرفتار شده هستی، یا که امت شما به چنین درد گرفتار هستی، گفته طبیب درد فهمانده است. فلا یبالی، این پروا ندارد. چرا؟ برای چی پروا ندارد؟ لأن الداء صار سجیة و طبیعة له، چون که درد برای این انسان یک طبیعتی عادی شده است. یرتاح له، برایش چی راحت کرده است، راحت است برای او. و یقنع بالبقاء معه، قانع هست که به همین درد باشد. برای چی؟ برای چی این انسان راضی هست، قانع هست که به همین درد باشد؟ این درد برایش معقول است. لانحراف مزاجه و ضعف بصیرته، چون این انسان معلوم شده است که اخلاقش ویران شده است و چون این انسان بصیرتش ضعیف شده، بیناییش، عقل و فراستش ضعیف شده است، دوربینش گم شده است. این فقط پیش پاش میبیند. و غلبت الهوای علیه و غلبت الهوای علیه، و به سبب خواهشات نفسانی او بسرش غالب آمدن. و علی عقله، یعنی به عقلش غالب آمده است خواهشات نفسی او. و قلبه، و به قلبش غالب آمده است. و تصرفاتی، و در تمام حرکتاش نفسی او غالب آمده است. کما هو الواقع فی اکثر الناس، چه خیلی که امروز واقعا دیده می شود این حادثه را در بسیاری مردم، بالنسبه للادواء الدینیه و علاجها، نسبت به اون درد دینی که دارد و نسبت علاج اونها. فهمیدید؟ امروز دیده می شود واقعا انسان‌هایی را که به درد دینی گرفتار شده هستند، در پیششون علاج هست، پروای علاج نداره. ان همین درد دینی برای او یک طبیعت شده است. فقد استلذ الاكثر و طاب له البقاء على امراضه، بسیار انسان‌هایی هستند که لذت میبرند، برایشان خوش هستی، خوب هستی که به همین بیماری خود بمانند. و سیئاته، و به بدیهای خود میخواهد که همین خیل ماند، چه خیلی که بد است هم خیل بد ماند. التي اضعفته، این بیماری او را ضعیف کرده است. و عطلت حرکاته، حرکتش بیکار کرده است که حرکت ماندگی است. و جعلت او لا یحس بالداء فی الحقیقه، در حقیقت چنان به چنین روز او گرفتار کرده است که از روی حقانیت، یعنی درد چی بدونش حس نمی کند. ولا یحس بنتائجه، نتیجهش هم حس نمی کند، که نمیگوید که این منه یعنی که میراند یا که به هلاکت می آورد. ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، در این دنیا و در آخرت، یعنی که این بچه ها رو برو می شود، اینم پروا ندارد. ولا ينشد الدواء، و جستجوی دارو هم نمی کند چون این کس. ولا يحرص عليه، تلاش هم ندارد. ولو وصف له، گرچنده که برایش درد را وصف کرده شود، دارو را فهمانیده شود. و بوین له، یعنی که تفسیر کرده شود. ولو کان قریبا منه، حتی در پهلوی دارو باشد که دارو را تناول نمی کند. چرا؟ لانه لا يهم ذلك، زیرا وی این اهمیت نمی دهد. و ما ذاک الا لاستحکام الداء، چرا؟ سوال پیدا میشه، چرا در پیش او دارو استاده است و دارو رو گرفته تناول نمی کند؟
این به خاطر آن است که الا لاستحکام الدا، یعنی که درد کهنه شده است، سخت شده است. و ارتیاح النفس له، نفس او نسبت این درد راحت کرده ایستاده است. و خفاء ضرره، ضررهاش پوشیده شده، این کور شده است که ضرر این درد ندانسته ایستاده است بسرش. و عدم الهمة العالیه لتحصیل المطالب العالیه، چنین کسی همت بلندش مرده است. هر یک شخصی زنده باید که همت بلند داشته باشد برای خاطر به دست آوردن مقصد عالی. بعد از اون شیخ می فرماید که وقد بین العلماء و اصحاب الفکر النیر و ارباب البصیرة النافذة والخبرة باحوال الامم فی هذا العصر. امروز علماء هایی که ایشان یعنی که تفکری خیلی هم نورانی دارن، ایشان یعنی که بصیرتی نمایان دارن، ایشان یعنی که چی دارن، یعنی مهارت دارن به حال امت در این عصر. واقعا یعنی که امروز درد امت فهمانیدن، بیان و روشنی انداختن در این عصر و در این دور و زمانه. و قبله، از این عصر هم پیشتر امت به چی گرفتار است و هم فهمیدن، بیان و روشنی انداختن بعصور. خب اسباب ضعف المسلمین و تأخرهم، یعنی علما به دیگه تعبیر گویم امروز همه روشنی، یعنی که چیکار کردن؟ روشنی انداختن سبب های ضعیف شدن مسلمان ها را و اقیمانی و ها را، کما بینوا وسائل العلاج الناجع و نتائجه و عاقبته اذا احسن استعمال الدواء. و همه این علما با چیکار کردن؟ روشنی انداختن وسیله های علاج را، علاجی که سود می بخشد، فایده می بخشد، نتیجه خوب می دهد، عاقبتش خوب می شود. گفته اینم فهموندم به شرطی که دارو را چه به طریق خوب، به طریق نکو انجام داده شود، استعمال کرده شود. امروز بسیار کسا هستن قرآن می خوانند، بارک الله فیکم. امروز بسیار کسانی هستند که قرآن می خوانند، بس چرا غیبت می کنند؟ بس چرا امروز یعنی که حسیاتشون مردگی است؟ بس چرا طلب علم نمی کنند؟ بس چرا معلوم میشه است که یعنی که همون استعمال دارو را درست نمی دانند. و ترجع اسباب الضعف والتأخر وتسليط الاعداء الى سبب نشأت عنه اسباب كثيره. اکنون سر میکند حاضر درد میفهمان از شیخ، بارک الله فیکم. تمام این سبب ضعیف شدن مسلمان ها، عقب ماندن مسلمان ها و دشمن در سرشان حکمرانی کردنش، همش به یک سبب برمیگردد. یعنی این سبب ها همش به یک سبب برمیگردد که از این یک سبب دیگر سبب های زیاد روبرو شدگی هستند، زیاد شدگی هستند. و یعنی که یک عامل شده است که از این چند عامل، یعنی یک کار کردن مسلمان ها که از این کار چندین کارها روبرو شدند. و هذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل. انا همین سببی که از این بعد دیگه سبب ها پیدا شد، این چی می باشد؟ کدام سبب بود؟ این جهل بود است، این بیسوادی است، این نادانی است، این جاهلی است. بارک الله فیکم. الجهل بالله و بدینه، یعنی جهل به الله را نشناختن، از الله بیگانه شدن، و بدینه و بدین الله بیگانه شدن. والعواقب التي استولت على الاكثريه، یعنی وبالعواقب التي استولت على الاكثريه، این یعنی که عاقبتی که در سر همه فرامدگی است، اینند جاهل شدن، بی سوادن. فصار العلم قلیلا والجهل غالبا. امروز یعنی که علم کم شده است و جهل باشد غالب آمده است. بارک الله فیکم. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية الموت.
از پشت همین جهل است که دیگر سبب ها سر زده ایستاده است، دیگر عامل ها پیدا شده ایستاده، از جمله محبت بستن به دنیا و از مردن ترسیدن. محبت بستن به چی؟ به دنیا و از مردن ترسیدن. هم این از پشت چی می شود؟ از پشت جهل. فهمیدید؟ و منها اضاعت الصلوات. اکنون نگاه کنید از پشت همین جهل دیگه چی سبب ها یعنی که سرزده ایستاده است. اضاعت الصلوات، پایمال کردن نمازها را ترک کردن به دعوای مسلمانی. فهمیدید؟ من مسافرم، نمازها را دیر کردن، در وقتش نخواندن، سراسیمه خواندن، سببش چیست؟ برمیگرد به جهل. و اتباع الشهوات، از پشت شهوت دویدن، این هم پشت یعنی که از جهل شده ایستاده است. و منها عدم الاعداد للعدو، از جمله یعنی آمادگی ندیدن برای خاطر دشمن است گفته در پیش. و الرضا باخذ حاجاتهم من عدوهم، راضی شدن که حاجتشون از دشمنشان گرفته شدن. روسیه میرویم کار میکنیم الحمدلله، وقت شنده معاش ما رو داده ایستاده است، پدرها ما رو میبریم، موسفیدا رو میبریم، گرزنس رو میگیریم، پنسیک بسیار گران. دیدید راضی ما هزار ما منتدار هستیم از روسیه و از رهبریت روسیه. چی که نباشن از تاجیکستان خوب است گفته، حاجت ما رو گرفته ایستادیم گفته همین اپوشی چیه؟ اپوشی جهل. فهمیدید؟ خب از روسیه تو چی گرفتی بغیر از مال، بغیر از پنسی برای پدری مسافید بیچاره را آوردی در این کشور پنسیونی راش کردی، غیر از وی با چی گرفتی از این روسیه، از این یهود و این نصرانی ها با چی خوبی گرفتی؟ و عدم الهمة العالیة فی انتاج حاجاتهم من بلادهم، یعنی همت مردم غالیت، همت گران مسلمان ها گم شده است. برای خاطر چی؟ برای خاطر فی انتاج حاجاتهم من بلادهم و ثرواتهم، یعنی بتون حاجتاشون کافرها از کشور مسلمان ها گرفته است، بتون بایگراشون از بایگری های از دولت مسلمان ها گرفته استادیان. همتی تو کجامون ای مسلمان؟ جاهلی. و نشا عن ذلك ایضا التفرق والاختلاف، پشت این جهل انمین پراکندگی و اختلاف مذهبی و رویه و عدم جمع الکلمه، یعنی که یک گپ نبودن مسلمان ها، و عدم الاتحاد متحد نشدن مسلمان ها، و عدم التعاون یک دیگر دستگیری نکردن و چخیلی که میگن کیدت کردن و فروختن و همینا پشتین جهل به الله، جهل به دین الله. سبحانك الله فيكم. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله. نگاه کنید اپشتی انمی سبب های خطرناک است و ثمری انمی یعنی که سبب های خطرناک است و موجبات انهمین سبب های خطرناک است که در سر مسلمان ها چی ها نفر آمده ایستاده است. مثلا یکم چیزی که در سر مسلمان ها فراموده است پشت این جلچه است، ضعیف شدن، ناتوان شدن در پیش دشمن، عقب ماندن در تمام چیز، عقب ماندگی است. نه ماشین دارد، نه سمالیات دارد، نه تانک دارد، نه سلاح دارد، هیچی ندارد الا ماشاء الله، مگر همون را که الله خواسته همون دست و بس. والاقبال على الشهوات المحرمه، پشت جهالت رو به شهوت های حرام. بروسی میرود فرزندم پول میفرستند، چی کار میکند در اونجا؟ زنا میکند، دزدی میکند، فاحشه گری میکند و هکذا. و شغل بما یسد عن سبیل الله، مشغول شدن به کارهایی که از راه الله باز میدارد او را. فهمیده؟ و عن الهدى، از هدایت پیغمبر نشان دادگی باز میدارد او را. و عدم الاعداد للعدو، دیگه آمادگی برای دشمن یعنی که نیست می شود. می گریزن فرزنده به طرف روسیه می بیاین، چیکار کنیم؟ زندگی کنیم گفته. فهمیده؟ لا من جهت صناعتی، نه از جهت یعنی که مثلا گریم صناعت یکون چیز دارن، تیاری دارن. ولا من جهت السلاح الكافی،
یگون سلاح کفایت کننده هم ندارن، اتوماتای کهنه دارن. فهمیدید؟ الذي يخيف العدو کی به توفیل او دشمن در خوف بیارن و یعین علی قتاله یاردمشون شود به جنگیدن دشمن و جهاده و به جهاد دشمن و اخذ الحق منه و از دشمن اقلا حقت گرفتن هم هیچی ندارن که دشمن ترسانن و عدم الاعداد الابدان للجهاد و از جهتی بدن هم ضعیف هستن برای جهاد کردن. فهمیدی؟ 15 متر اگر دعوت اگرش کنه لحک از زبونش از زبون سگم دراز می شود. فهمید؟ چون که بخوردن و خوابرفتن آوارای جاهله. و عدم صرف الاموال فيما ينبغي لاعداد العدو عدتی للعدو باید باشد و صرف نمی کند مال و پول و پیسش در جایی که ضرور هسته برای خاطر چیکار کردن، برای آمادگی دیدن، برای یعنی سلاح تیار دیدن برای دشمن. فهمیدی؟ و تحرز من شر، یا که اقلا برای خاطر خود را از شر دشمن نگه داشتن پول صرف نمی کند. و دفاع عن الدین و الوطن، و برای مدافع دین و چخلی که میگویند وطن یگون پول و پیسه صرف نمی کند. فهمیدید؟ و نشا عن ذلك المرض الحرص على تحصیل الدنیا بكل وسیله. انا پشت یعنی بیماری جهالت برای او با یک چی بدنفسی پیدا شده است، بدنفس شده است به چی به حاصل کردن دنیایی که به دست آوردن دنیا به تمام وسیله. فهمیده؟ همین کدام راهی که نباشد مهم پول به دست آید. و این نارکوتیک میفروشد و عرق میفروشد و چی کاری که میکنه مهم دنیا را به دست آورد. علی جمعها مشغول است به جمع کردن دنیا بكل سبب، به کدام راهی که نباشد. و اصبح كل انسان لا يهمه الا نفسه. امروز این جهالت هر یک انسان چنان کرده است که فقط غم او غم خودش می باشد و ما يتعلق ببلاده، فقط بسیار باشد اگر غم او غم کشور خودش می باشد. پروا ندارد در یمن در دماش برادرای مسلمانش کشته ایستادن، این یعنی که رافضه های لعین. حمیده؟ یا که در سوریه در دیگر کشورها. و این ذهب فی ذلک دینو، گرچنده که در این دین او هم رود پروا ندارد. او اکثره، یا که اکثر دینش پایمال شده ایستاده است پروا ندارد. هذا هو حال الاکثریه، حال بیشتری مردم همین است. تندید برادران الاسلام. و هذا هو الغالب على الدول المنتسبه للاسلام اليوم. این غالبا این بلا گرفتار، یعنی به این بلا گرفتار شدگی یا که این بلا فرامدگی دستری بسیار دولت‌هایی که خودشون به اسلام امروز نسبت میدهند، مسلمان هم میگویند. بل یصح ان نقول ان هذا هو الواقع الا ما شاء الله جل و علا. یعنی درست است بگوییم که واقعا نمیخلصه مگر اون چیزی که الله خواسته باشه جل و علا. من بعد الاعداد، بعضی یعنی که مثال گیریم با هستن کشورهای اسلامی که چیکار میکنن اندک باشد هم تیاری دارن و بعد بعضی یعنی که چیزهای احتیاطی دارن علی وجه لیس، یعنی که به کدام راهی که نباشد لیس بالاکمل، یعنی این پر نیست. وليس بالمطلوب من كل الوجوه، یعنی که از هر جهت یعنی که کامل و به مطلوب خیش میرسانیدگی یا که کفایت کننده نیست میگوشه. ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق. همین دلیل آن است که از همه بزرگترین سبب چی بوده است؟ نسبت الله جاهل بودن، نسبت دین الله جاهل بودن و نسبت حقیقت ها جاهل بودن. التي يجب التمسك والأخذ بها، که واجب است باید که به این حقیقت ها با که گویم به دین الله باید چنگ زده میشد. و هو قول النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم فی الحدیث الصحیح. این قول پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم است که در حدیث صحیح آمده است. هم دعاست باز میکنیم میبینید لا حول ولا قوة الا بالله. گرو گفتم خون مدهم بلا گرفت. در حدیث صحیح آمده است که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین.
با کسی الله خواهانی خیر باشد الله او را در دین فهمش میدهد. دین چیست، حلال چیست، حرام چیست، او را فهمش میدهد. حدیث هر دو شیخ روایت میکنن، بخاری مسلم در صحیحشون. مع آیات فی المعنى، یعنی به این معنا بسیار آیات آمدگی است و حدیث آمده کلها تدل علی خبث الجهل، همینا دلالت میکنن به چی؟ به خبیث بودن جهالت و خبث عواقبه و خبیث بودن عاقبت جهل و نهایته و آخری، یعنی که نتیجه پایان جهل خبیث بودنش دلالت میکنه همین آیات و همین حدیث ها. و ما یترتب علیه و عاقبت به چی روبرو میشود یا که نتیجه جهل چی میشود، همین آیات و حدیث ها دلالت کردگی هستند. بل القرآن الكریم مملوء بالتندید بالجهل و اهله و التعذیر منه، بلکه قرآن کریم پر آمدگی است. فهمیدید چی آمدگی است؟ با پره معنی کردگی است جهالت را و اهل جهل را معنی کرده است، یعنی تنقید کردگی است و از جهل و از اهل جهل احتیاط کنید گفتگی است. چه خیلی الله سبحانه و تعالی میفرماد که ولکن اکثرهم یجهلون، ولی اکثر مردم جاهلند. حس کن که تو هم در قطار مینا هستی. ولكن اکثرهم یجهلون، ولی اکثر مردم جاهلند. سوره انعام آیه 111. و قال سبحانه و تعالی، الله تعالی میفرماد که و اکثرهم لا یعقلون، اکثر مردم لا یعقلون، عقل ندارن، یعنی فهم ندارن. این الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 103 میفرماد تو در همین قطار نباشی. یک شرمندگی است که تو امروز من مسلمانم میگویی دست سینه میزنی، در قطار جاهل ها باشی، جاهل به الله، جاهل به دین الله، حلال نمیدانی، حرام نمیدانی، به عقلت گفته است الله سبحانه و تعالی. تو خودت به قرآن نسبت میدهی، من اهل قرآنم میگویی، قرآن تو جاهل میگوید، تو خودت به قرآن نسبت میدهی، حافظ میگویی، لیکن قرآن تو به عقل میگوید. الى غیر ذلك من الآیات التي تدل على ذم الجهل بالله والجهل بدینه و غیر از این دیگه آیات هایی هستن که همین ها دلالت میکنن به چی؟ به بد بودن جهل نسبت الله. این عیب است، این بد است وقتی که بنده به الله بیگانه باشد. فهمیدی؟ وقتی که میپرسن او را که پروردگار تو کس، میگه الله درباره الله گپ زدن هیچ چیزی نمیداند. والجهل بدینه، جاهل بدین، جاهل شدن بدین الله. والجهل بالعدو و انا من نتیجه چه؟ به دشمن، یعنی که دشمنی خودت ندونستن. کسی که الله را که ندونست، دین الله را ندونست، البته امروز یهود و نصرانی برای خودش آشنا میگیرد، البته امروز دین کریشنا را قبول میکنه. بزن شکری که امروز یک جمع مجلس هم بودیم گفت که یک زن و مرد، اول زن یعنی دین کریشنا را قبول کرده، من سوال دارم، گفتم که این جای تعجب است، این کس دین اسلام قبول کرده نبود، حالی بیچاره. اگر و دین اسلام واقعا قبول میکرده بود و امروز کریشنا نمیشد. و بما یجب اعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون، اون چیزی که باید که در برابر این باید که یعنی که واجب میشد که تیاری میدیدن، باید که یعنی که چی؟ تیاری میدیدن، اتحاد میشدن. خواهش که باشد چی؟ اهم همین ها از چیزهایی که واجب است، چون این کسا چی؟ جاهلن. مثلا چی؟ باید اینا تیاری میدیدن، باید متحد میشدن، باید یکدیگر یاردم میکردن. آخه جاهلن. و عن الجهل نشأت هذه الاشیاء، همه این چیزهای در بالا ذکر شده پشت جهالت پیدا شده هستند. التي سبقت من فرقة و اختلاف یکی فرقة و اقبال علی الشهوات، یعنی که سبب هایی که در بالا ذکر کرده شدن، مثلا پراکندگی، اختلاف، رو به شهوت آوردن. خب اون چیزایی که الله واجب گردانده است او را از دست دادن، بی نمازی، تأخیر نماز و عدم ایثار الاخرتی، آخرت برای خود مقدم ندانستن. دنیا روبرو شود، آخرت روبرو شود، البته دنیا را مقدم میگیره. و عدم الانتساب الیها بصدق، صادقانه خود به آخرت نسبت ندادن. بل لا يهم الاكثريه الا هذه العاجله، بلکه امروز بیشترین مردم تلاش و کوشش فقط همین چیزی حاضر،
یعنی نقد بری من در کارای او جنت تو میروی خیلی فهمیدی اون دیدار الله رو دیدن خیلی میباید میگود فهمیدی اون به جنت افتیدن خیلی امروز حیات گذروندن امروز از قطار مردم موندن در کار رسه گفته چیکار میکنه جنکنه میکند برای این نماز میپرتاید طلب علمی ببر كما جاء في الآية الكريمة من كتاب الله خلق در آیه کریمه از کتاب الله تعالی آمده است الله سبحانه و تعالی میفرماید که كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة نه شما عاجله دنیا را دوست می‌دارید و آخرت را ترک می‌کنید و كما في قوله جل وعلا و خلق در قول الله حق سبحانه و تعالی آمده است که میفرماید چی میفرماید فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الى آخره اما اون کسی که طغیان ورزد از حد گذری کند و زندگانی دنیا را از آخرت مقدم برای خود گیرد فإن الجحيم هي المأوى یعنی جحیم دوزخ جایگاه او می باشد و شیخ می فرماید که وعن الجهل ایضا نشأت هذه الكوارث تمام این مصیبت ها پشت جهالت پیدا شده است این مصیبتی که در سر مردم مسلمان ما امروز فراموده است پشت همین یعنی که جهالت است و هذه العواقب الردیئه التي هي حب الدنيا و کراهیت الموت یعنی ان همین عاقبت بده که مراد از اون عاقبت بد چه محبت نسبت دنیا و از مردن ترسیدن پشت همین جهالت و الاقبال على الشهوات رو به شهوت آوردن و طرف شهوت دویدن و اضاعت الواجبات چیزهای واجب ترک کردن و الصلوات نمازها را ترک کردن و اضاعت الاعداد آمادگی برای دشمن ندیدن من کل الوجوه اکدام راهی که نباشد الا ما شاء الله من ذلك مگر همون که الله خواهد عمیق مانده است و خلاص ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون الى غير ذلك و غیر از این دیگه مصیبت ها پراکندگی اختلاف حزب تشکیل کنی متحد نشدن یا دیگر دستگیری نکردن و غیر از این و غیره فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بس قولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آنجا که میفرماید به کسی الله خیرخواهی خواهد او را فقیه میگرداند در دین حلال چیست حرام چیست برای او امکانیت میبخشد یعنی فهمش میدهد يدل على أن من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين این حدیث دلیل آنه که دلیل به آن می باشد که یکی از نشانه های خوبی سعادتمندی برای هر یک شخصی تنها برای ملت برای دولت آن بود است که وقتی که در دین فهم داشتگی باشد وقتی که کدام وقت یعنی که سعادتمندی در کشور چه خیلی ما امروز سعادتمندی در بین خلق ما در بین یعنی که دولت در این کشور خود یعنی که حس میکنیم که وقتی که مردم ریشه بیگانه میداند مردم لباس سنتی را بیگانه میداند مردم حجاب زنه بیگانه میداند حجاب یعنی که این لباس عرب میداند معلوم میشه که اینها از این حال خبردار نشده هستند این نشانه سعادتمندی نیست بارک الله فیکم دیده شیخ چی میفرماید فقوله صلی الله علیه و آله و سلم من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین قول پیغمبر که میفرماید که با کسی الله خیرخواهی کند او را کار میکند که در دین فهم پیدا میکند یعنی که هر چی که از نام دین هست او را میداند فهمیده و یه بیگانه نمیپندارد این دلالتی آن میکند که یکی از نشانه های سعادتمندی این خلق سعادتمندی این ملت سعادتمندی دین این دولت آن است که باید که ان یتفقهوا فی الدین در دین باید که فهم داشته باشند فهمیده فإن الإقبال على التفقه في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليهم في العاجل والآجل من أوجب الواجبات بنابراین رو به فقه در دین آوردن یعنی که فهمیدن در دین یعنی که روبرو شدن یعنی اقدام زدن حرکت کردن جنبش در آمدن برای خاطر دین چیز فهمیدن برای خاطر یعنی که علم گرفتن حرکت کردن و دیده خدا کشادن و آنچه که واجب است در این دنیا در آخرت این از همه ضرورترین واجبات می باشد فی ذلك علامه على ان الله اراد بهم خیرا در کدام ملت در کدام قومی که دیدید که این تلاش هستی
دانید که این نشانی آن است که الله به این قوم، الله به این کشور، الله به این ملت خیر میخواهد. و من ذلك مع اعداد للعدو تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم الله والوقوف عند حدود الله. و از جمله در برابری چی؟ در برابری آماده برای دشمن آمادگی دیدن چی باید کرد؟ باید که فرضهای الله را ادا کرده شد. اون معنا نداره که ما خدمت حربی رویم و نماز ترک کنیم. اون معنا نداره که ما خدمت حربی رویم گوشت خوک خوریم. اون معنی نداره که بارک الله فیکم ما خدمت حربی رویم و ریشه گیریم. اون معنا نداره بارک الله فیکم. و مع ذلك مع اعداد للعدو، در برابری برای دشمن تیار دیدن، برای خدمت حربی کردن باید که فرض الله اخاطر تو نبراید. بارک الله فیک، فرضای الله را به جا آورد، حلال حلال، حرام حرام دانستن در والانتهاء عن محارم الله، از حرام کرده های الله باید که کنار شوی، دور شوی. اون معنی داره که تو سلطت شدی یعنی که باید که روی زنا کنی، دزدی کنی، فحش کنی. والوقوف عند حدود الله، باید که در نزد سرحدی که الله ماندگی است ایستی، نگذری. پیتم برای خاطر می بارک الله فیکم، معذرت درس زبان روسی نزدیک شده است، تفکرم دیگه نه. بارک الله فیکم. نه ان شاء الله وقت تمام شده است. فقا ان شاء الله نصيب كنا دوام مدين. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.